مقامات توجیک میگویند ضمن بی‌ترتیبی در زندان شهر وحدت 29 محبوس و 3 کارمند زندان کشته شده است. حادثه شام 19 می اتفاق افتاد. در یکی صورت مقامات توجیک که امروز نشر شد آمده است در میان کشته شده ها سید قیام‌الدین غازی، مخصوم ستار و سید مهدی خان ستاروف نیز هستند. در سر زدن این آشوب از جمله پسر پالکوونیک فیروری گلمراد حلیموف گناهکار دانسته می شود. زرانگیز نوروشو و برادی صوفی میگویند صبح امروز نزدیکان محبوسان در نزد زندان معروف به کیرپیچنی جمع آمدند. خبری آشوب در زندان معروف به کیرپیچنی واقع در شهر وحدت صبح 20 می ده تن از نزدیکان محبوسان زندانی را به نزد این مؤسسه اصلاحی آورده بود. نزدیکان 10 محبوس در نزد زندان معروف به کیرپیچنی جمع آمده میخواهند درباره حال فرزندان و برادران و دادران خود معلومات پیدا کنند، اما در اینجا کسی به آنها چیزی نمیگوید و نمیگذارد که نزدیک به زندان شوند. فقط به آنها گفتند آنهایی که فوتیدند بعد از ظهر جسدها به نزدیکانشان داده می شود. تلاش نزدیکان محبوسان برای نزدیک شدن به محبس بی نتیجه بود. مقامات انتظامی راه به سوی زندان را بسته بودند و به کسی اجازه به اون سمت رفتن را نمیدادند. گفتند تو چیکار کشتیان هرچی تر بخوخی اینو میخوایم ما این سویدن دارم باید شک همه در آمدم که حال همیه میگن کشتیان شونو دیگه شیچی نمیدانم خیلی چوره بینم چیکار کنیم به هیچی زود کده یعنی که مرا بنامی خدا هیچی گفته است که کسی که وای مرده داره بعد یا بین مرده ها را میتونم گفته است من نمیدونم راست میگه دروغ میگه. مقامات انتظامی و ریاست زندان‌های وزارت عدلیه به نزدیکان زندانیان پاسخی دقیق نمیدادند و از وضع داخل زندان اظهار بی اطلاعی میکردند. این وضع هم نزدیکان زندانیان را مشوش‌تر میکرد. انا این روز به فرزند موندم همون نگاه بینو میکرد. این روز خیلی شده من کجا میرم کی نگاه میکنم مرا درست میگم کی نگاه میکنم نگاه بینیم همون آدم بود. مقامات تاجیک میگویند که در بی‌ترتیبی در محبس کیرپیچنی واقع در شهر وحدت 29 محبوس کشته شده است. همچنین در این حادثه 3 کارمند محبس جان خود را از دست